وزارت حالت‌های اضطراری ازبکستان گفته است که یک هواپیما را با خادمان نجات و دسته طبیبان به قزاقستان می‌فرستد تا در تحقیق ساختار اتوبوس مسافرکش و معالجه 5 شخص نجات یافته در این حادثه سهم گیرند. روز پنجشنبه در ساختار اتوبوس عظیم روسیه 52 نفر شهروندان ازبکستان به هلاکت رسیده، تنها 5 نفر، 2 مهاجر ازبک و 3 شهروند قزاقستان با جراحت‌های مختلف به بیمارستان انتقال یافتند. حادثه در حدود دهه کلیبوی ولایت اقتپه قزاقستان در شاهراه شیمکент سمارا به وقوع پیوست. سخنگوی وزارت حالت‌های اضطراری قزاقستان روسلان ایمانقولов گفت که ساختار در نتیجه تماس برقی در داخل اتوبوس به عمل آمد. اولین 5 نفر توانستند اتوبوس را ترک کنند، ولی با سبب بسته بودن راه برون رفت از داخل اتوبوس، دیگرها همه مسافران در داخل درمانده به هلاکت رسیدند. معاون وزیر امور داخلی قزاقستان گیرلند تورغونبویف گفت که به احتمال غالب این یک حادثه ناخوش است و از نقل 5 مهاجر زخمی علاوه کرد که نخست در داخل سالن اتوبوس ساختار به عمل آمد. دودی غلیظ پهن شد و بسیاری ها در همین لحظه ها زهرآلود شدند. وقتی اتوبوس منع شد و یکی از درها را باز کردند، ورود موج اکسیژن باعث علنگه گرفتن داخل اتوبوس شد. از بس که در داخل سالن بار و باگاج زیادی مسافران قرار داشت، مسافران سری وقت از داخل به بیرون برآمدن نتوانستند. اتوبوس از 2 آشیانه عبارت بود و مسافران در آشیانه 2 و باگاج آنها در آشیانه اول جای گرفته بود. از بس که بار و باگاج آتش گرفت، علنگه کلانه پهن شد، گفت معاون وزیر امور داخلی قزاقستان. طبیبانی که با معالجه مجروحان مشغول میباشند میگویند حالت روانی آنها خیلی سنگین است، ولی به حیاتشان دیگر چیزی تهدید نمیکند. سال گذشته بر اثر برخورد اتوبوس مهاجران کاری اکثرا ازبکستانی با قطار راه آهن در ولایت مسکو 17 کس فوتیده، 10 نفر دیگر جراحت برداشته بود. سالانه تا 2 میلیون شهروند ازبکستان در جستجوی کار به روسیه میروند. مهاجران به وجه عموم توسط هواپیما به روسیه میرسند، ولی آنهایی که شرایط وزنین‌تری مالی دارند به واسطه راه آهن و یا اتوبوس عازم این کشوری دور میشوند.